ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيته لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قال إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله ما نقول وكيل. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مغفل قال زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به، رواه المسلم. أما بعد، وقال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم: حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترجع له أخرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي الكريم. أما بعد، برادرانی ایمان و اسلام، برادرانی ایمان و برادرانی که هر وقت در یک صف با دیگر برادران خود در نماز استاد می شود و همگی شرکت می کنند در نیکی ها و در اعمالی که مطابق قوانین اسلام است، الله جل جلاله برتان اجر ارزانی کند. و شکر خداست که در تمام مخلوقات ما و شما را به این موافق ساختند که به مسجد آمدیم و چند لحظه ای که هستیم به یاد خدا و در میهمانخانه خدا و برای عذر و معذرت و توبه کردن و استغفار و ذکر و نماز خواندن، الله جل جلاله همگی به ما و شما عفو خود را و توجه خدا و رحمت خود را به ما و شما عطف نماید. امروز درباره بیع و شراء، چند روزی است که درباره بیع و شراء سخن میگوییم و میگوییم که راستی هم در بیع و شراء کدام انواعی و کدام اقسامی و کدام کلاس و صنفی داخل هستند. امروز در این سلسله درباره اجاره گپ می‌زنیم. اجاره مثلا خانه اجاره می شود، موتر اجاره می شود و دکان اجاره می شود، زمین اجاره می شود و هر چیز و خود انسان هم اجاره می شود به خاطری که کار می کند. فلهذا درباره اجاره سخن می گوییم و بهترین مثال درباره اجاره و درباره مزدوری آیاتی که خواندم. موسی علیه السلام یک وقت مهمی دارد و یک تعلیم و درسی برای مؤمنان دارد که موسی علیه السلام دیگر احوال زیاد از پیغمبری دارد، اما این که با شعیب علیه السلام 10 سال یا 8 سال مزدوری عقد کردن و اجاره کردن، ولهذا احوالش چی می باشد؟ این است با پند و عبرت چیزی که گزارش است از موسی کلیم الله در قرآن عظیم شان مطابق موضوع آن را می گویم و خود قرآن عظیم شان
و همه موضوعات موسی کلیم الله تماس میگیره و مشرح یاد میکنه و میفرماید ولما ورد وقتی که آمد و داخل شد مدین مدین شهری است که به نام یکی از بچه های ابراهیم خلیل الله مسمى شده مدین او مدائن وجد علیه امتا این که در وقتی که موسی کلیم الله در وقتی که فرعون خواستن که موسی کلیم الله را قتل کند و او را بکشند فلهذا او فرار کرد و رفت و تقریبا در 8 روز منزل بعد از راه رفتن و هیچ غذایی نداشتن و هیچ چیزی برای خوردن نداشتن. بالاخره به مدائن رسید. وقتی که به مدین رسید وجد علیه امتون این یک چاه آبی است که تشریف بردن و اونجا زیر سایه نشستن. میبیند که مردم من الناس یسقون همگی مردم با چارپاهای خود آب میدهد و وجد من دونهم امرأتین تذودان دیدن موسی کلیم الله یک دو تا زنی یا یک دو تا همشیره ها را دیدن که در یک طرف هستند و در یک کنار هستند و انتظار میکشه و او هم گوسفندانی دارد و رمه دارد که او را آب بدهد. قال فما خطبكما قالتا نسقي حتی برشان گفتن که چرا در این کار میکنین چرا در یک جای نشسته این؟ قالتا اردو برشان گفتن لا نسقي حتی يصدر الرعا تا آن وقت ما آب با گوسفندان خود نمیدهیم تاکه همگی مردم همگی گوسفندان خود را و همگی رمه‌های خود را و همگی بهائم خود را آب بدهد. بعد از این ما آب میدهیم. و ابونا شیخ کبیر و این بعلت است که ما نمیتوانیم از چاه آب بکشیم. و ابونا شیخ کبیر و پدر ما شیخ است و کبیر است و بزرگ است نمیتواند که از چاه آب بکشد. فلهذا وقتی که موسی کلیم الله را شنیدن و برش گفتن درست است فسقالهما ثم تولا پس خیست موسی کلیم الله و رفت طرف چاه و برشان همگی چیزی که گوسفندانی داشتن همگی را برش آب دادن و سیراب کردن و بعد از اینکه سیراب کردن همگی بهائم و رمه‌های خود را بعد از رفت در زیر یک سایه یک درخت خاردار نشست که به آن نامی کیکر میگوید. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله ما را تا به اینجا نازل کردی و آوردی اما این در 8 روز چیزی نخورده بود. صرف بعضی سبزی های خودرو را میخوردن و همگی چیزی اوراق و چیزی که در درخت بودن میخوردن اما خود صرف این آنقدر کفایت میکرد که صرف گشنگی خود را رفع کند دیگر با شکم سیری نمیتوانست بخورد. چرا؟ که همگی این چیزایی که میخوردن درست نبود برای غذا. و جاءته احداهما وقتی که اینا برایشان آب دادن به گوسفندایشان اینا رفتن به خانه. اونجا در خانه پدرش شعیب علیه السلام برش گفت امروز چطور وقت آمدید و چنین کردین و چرا اینطور کردین؟ شما هر وقت ناوقت می آمدین و اینها انتظار می کشیدن تا همگی مردم با مالهای خود را با چارپاهای خود آب بدهد. بعد از اینا که همون چیزی آبی پسماندهی که می بود و گوسفندای خود می دادن و در اخیر به خانه می رفتن. وقتی که به خانه وقتر رفتن برشان گفتن چرا وقتر آمدین؟ گفتن یک کسی بود که هم امین است قوی الامین و این لحاظ قوی الامین است هم قوی است و هم امین و ما را به همه چارپاهای ما آب دادن و سیراب کردن وقتر آمده. و جاءته احداهما فلهذا وقتی که با پدر گفتن برن او آدم صدا کنید. یک دخترش آمد فجاءته وقتی که آمد دخترش تمشی علی استحیاء و بسیار حیا می آمد پیشش و تا به اندازه مفسرین می نویسد که وقتی که نزدیک می شد و برش می آمد آستین خود را در روی خود گرفته بود و در دهان و در چشم خود گرفته بود. صرف آنقدر بود که را ببینه
دیگر همگی پرده را داده بود و حجاب کرده بود و حیا آمدن. قالت انی ابی یدعوک لیجزیک، برش گفتن ای مهمان تو را پدر من میخواهد و برای این که برای تو اجر بدهد وقتی که تو همگی گوسفندای ما را آب دادی و آن خاطر. فلما جاء و قص علیه القصص، وقتی که آمد برش قصه کردن که مرا فرعون اینمیتر میکشت و مرا قتل میکرد و ما فرار کردم. قال لا تخف، برش گفتن نترس، نجوت من القوم الظالمین، ما تو را نجات میدهیم. در آن وقت فرعون در دیگر جایها، در همگی جایها در مصر همگی حکومتش بود، اما در مدین تسلط نداشت. مدین به شعیب علیه السلام و به قومش بود. برش گفتن اینجا تسلط نداره و از قوم ظالمان ما تو را پناه میدهیم. قالت احداهما یا ابتی استهجره، یکی از دخترها برش میگه ای بابا این را اجر بدید و اجاره کن این را و آن چیزی که مزدوری کرده برش یک چیزی بدهی. ان خیر من استاجرت القوی الامین، چرا که بهترین یک کسی است که با اجاره کردن و با قوت داره و امین است. دو کلمه گفتن، قوت و امین. شعیب علیه السلام میپرسد دو کلمه که گفتی قوی الامین به خاطر چی گفتی؟ گفت ما میفهم دخترش بسیار زیاد هوشیار بود. برش گفتن قوی الامین به این میگیم، قوی به این خاطر بود ما دو چاه داریم، در یک چاه مردم آب میدهد به حیوانات خود را و یک چاه دیگر یک سنگ بالای خود دارد، سرپوش دارد که او 10 نفر دور کردن میتواند از روی چاه. ولهذا این است که ابخیست و این سنگ را به تنهایی دور کرد از همی چاه و آن چیزی که بود او را تا کردن و بالاخره سلواقه و آن چیزی که پر شدن از آب و به همگی چیزای ما آب دادن از این خاطر بود. و عمر رضی الله عنه می فرماید قوی ترین انسان در انسان ها موسی کلیم الله بود، به خاطری که از سرپوش چاه 10 نفر دور کردن میتانست اما به تنهایی خودش دور کرد. ولی حتی برش گفت که دخترش که قوی است یکی و دوم برش گفت یکی قوت است که قوت امین. و به چه خاطر گفتی که این امین است؟ میگه این امین است. چرا گفتی؟ میگه امین به این خاطر گفتم وقتی که ما در حیا رفتم و برشان گفت صدا کردم چشمای خود زیر انداخته بود، طرف ما نمیدید و وقتی که ما گفتم که پدرم میخواهد تو را بیا در خانه ما، وقتی که در ما اردو روان شدیم طرف خانه برای ما گفتن تو پشت سر ما بیا و پشت سر ما بیا، چرا که تو پیشروی ما نباشی باید. وقتی که این میرفت و این صفوران هم داشتن، آن قسم هوشیار یک دختری بود چند تا سنگ در دست خود گرفت یعنی پیشروی میرود ما پشت سر هستم. وقتی که راه را غلط میکرد یک کج میرفت یک سنگ پیش میانداخت که باید رهنمایی او شود. به رهنمایی اینمی سنگ ها بالاخره موسی کلیم الله به خانه شعیب علیه السلام رسید و در آنجا برشان قصه کردن و همگی چیزا این بود که قوی و امین ایره تعریف کرده، در قرآن هم تعریف کرده ایره. قال انی اريد انکحک، یکی برش گفت دخترش که اجاره برش بده. ولهذا شعیب علیه السلام می فرماید از دو دختر یک دختر خود را به تو نکاح میدهم، هر یکی را به نکاح میگه. یکی صفوران هم داشتن و یکی شرفا یا صفورا و صفرا. یکیش خردش بود همون نکاح موسی کلیم الله با دختر خردش نکاح صورت گرفت و همگی قوم خدا خواستن و محفل نکاح دایر شد بالاخره و عقد نکاح و مهرش اینه میشد که تو همراه ما می باشی. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين ان تأجرني 8 حجج. من این دختر خود را به تو میدهم مگر تو همراه ما 8 حج یا 8 سال میمانی اینجا و این کارهای همگی خانه را میکنی. و این اتممت 10 فمن عندك، و اگر 10 سال پورا کردی این اختیار توست.
وما اريد ان اشق عليك ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. و هیچ تکلیف بالای تو نیست و ان شاء الله صالحین میبینیم. میگه اینجا سوال میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که موسی کلیم الله 8 سال پورا کرد یا 10 سال پورا کرد. در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن شخص پیغمبر بود و شخص اکمل و کامل بود و لهذا آن تاریخ پورا کرد کدام یکش کامل باشه، یعنی 10 سال پورا کرد. وقتی که 10 سال پورا کردن درباره این که و لهذا این نکاحش بود و روز به روز در خانه همه تصرفات به دست گرفت، چون شعیب علیه السلام ضعیف بود، سالهای زیاد تیر کرده بود و بالاخره نمیتوانست بیرون برد، همه چیزها را در دست گرفتن و در این خانه کار کردن. قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین، این امرای تو ما و تو این اجلین، این دو تاریخی که برات گفتم، فقط وایت وقتی که تو پورا کردی این ولا عدوان علیک، بالای تو تجاوز نمیشه. والله ما نقول وکیل، و الله جل جلاله وکیل ما و توست و باید همه با این پابند باشه. بالاخره موسی کلیم الله یک چوپانی شد و یک چوپانی شد که 4000 در تفسیر ساوی می نویسد، میگه شعیب علیه السلام در آن وقت 4000 گوسفند داشتند و 4000ش در چندین سالی که موسی کلیم به 80000 رسید و بالاخره برش گفته که این وقت پورا شده، در سال نهم و دهم هر چیزی که زایده می شود او استوست، چرا که دخترش از پیش سوال کرده بود وقتی که ما می رویم باید برای ما یک چیزی بدهی و شعیب علیه السلام برش گفت که برای دختر خود گفت برو آن عصاچوب هایی که ما میراث گرفتیم از پیغمبرها یک عصاچوب برش بگی از متاویل خانه و برشان بده. این تقدیری که می رود عصاچوبی که آدم علیه السلام داشتند اونمو عصاچوب برشان داده می شود و این عصاچوبی بود که همیشه روشنی می کرد در شب و 2 شاخ داشتند و این 2 شاخش سلواغه و یک چیزی می شد که از چا آب می کشید و دیگهش رسپان جور می شد و وقتی که با فرعون می رود یک اژدها از پیش جور می شود. این عصاچوبی بود که همه چیزا و پرسان می کند الله جل جلاله از او که این چیز در دستت و میگه در وقت وحی برش میگه این عصاچوب من است، میگه این عصاچوب تا بیانداز او انداختن، میگه اول از مارس پیشی جور شد بس پسان کلان میشد یک اژدهای گشت، بالاخره موسی کلیم الله پیش ترسید و این برش گفت خود بگیره داری چی میکنی؟ میگه این عصاچوب ما بود، داری بسیار فایده ها بود، ما برگ های درخت برای گوسفندان خود میزدیم، ما از چا آب برشان میکشیدیم، شب در تاریکی برایشان میرفتیم و فلان 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 فایده های زیادی عصای ما داشتن. میگه علی این اژدها شد بگیر پس امی عصاچوبی. موسی کلیم الله ترسید، میگه این نمیتوان و الله جل جلاله برای گفت که همه میکنم بگی، وقتی که نزدیک میشود و میگیره پس عصاچوب میشود. یک تجربه بود که در دربار فرعون همگی ساحران نزدیک شدن و با همگی ساحران یک جای شدن و سحرهای همگی بلعید و خوردن همگی سحرهای دیگه مردم. اینطور یک عصاچوبی بود و اینطور یک اژدهایی جور شد از پیشن. موسی کلیم الله ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید در دنیا 3 هوشیار دیدیم. یک هوشیار ابوبکر صدیق رضی الله عنه که از هوشیاریش از ابتدای پیغمبری تا به خلافتش یک چیزی خطایی نداشتن و یک عاقل انسان بود. یکی و دوم هوشیاری را دیدم وقتی که یوسف علیه السلام فروخته میشد آن کسی که میخرد دوم کلام نکرد و فورا میره شناخت یک جوهر است و لهذا او را خرید. یوسف علیه السلام و این دویش و هر صورت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از هوشیارترین و یکی این دختری شعیب علیه السلام هوشیارترین دختری بود که این را دید فورا گفتن که قوی الامین، این بسیار انسان قوی و امین است و همین طورم بود. ولهذا موسی کلیم الله وقتی که عصاچوبش بود و خودش بود و بالاخره زندگیش بود
و بعضی در تفاسیر میگوید، در تفسیر ابن کثیر میگوید وقتی که با او وعده شد از طرف شعیب علیه السلام امسال که میزاید چیزی چی میخواهند؟ میگه ابلق میخواهم، سیاه و سفید بزها را میخواهم یا گوسفندا را میخواهم. میگه عسلچوب خود را به شکمهای همگی گوسفندا زدن. امسال که همگی گوسفند میزاید 3 تا و 2 تا میزاید و همگی ابلق میزاید. همگی رمها آدمی شد، در 2 سال صاحب رمها و صاحب مال شد. و این از رحم موسی در احادیث میاد، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یک روز یک گوسفند قهر کرد و از پیش گریخت، میده و این پشتش میده و یک جیلی کرده و بالاخره در ضد رفتن بالاخره یک وقتی گرفتی را گرفت، در بغل گرفتش و جایی یکی را بزنه و لط کنه مثل ما و شما واری که حیوان لط میکنیم. برش در گوش گفتن ای ظالم مرا مانده ساختی و خودم مانده ساختی، چه فایده؟ آن قسم رحیم بود. همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه همه پیغمبرها اجاره کرده و چرانده از به مزدوری گوسفندان را. و برش گفت یا رسول الله خودت هم؟ میگه ها، ما هم در برابر قیرات و قیراتین چراندیم همگی گوسفندها را. علما همگی و مفسرین همگی میگوید چرا اینا این کارا میکردن؟ همگی چرا چوپان بودن؟ به خاطری که در چوپانی سری است که در هیچ چیزی نیستند. رحم کردن، غذا دادن، آب دادن، از دشمن مانع کردن، از همگی جناورهای درنده او را حفاظت کردن و ای را با وقت و زمان بردن و آوردن و ای را همگی چیزا ساز و سامانش کردن، پشمش قیچی کردن و این همگی یک سازمانی میخواهد که یک پادشاه یک رعیتی دارد. ولهذا این است که تجربه می شود در علم خداوند جل جلاله همگی پیغمبر و از صله رحمی و از همگی پر از همگی احساسات الله جل جلاله یک پیغمبر تربیه می کند و بالاخره وقتی که به مردم میاد همان قسم پیغمبر چی داره؟ عبادت میکنه، خدا را میشناسه و دوم صبر بهترین چیز است. حتی از نماز به صبر و صلح گفته که وقتی که شما مصیبت می شما تسکین بگیرید و صبر و صلح، صبر پیشتر است از صلح از نماز. ولهذا بهترین چیزی که داره پیغمبرها صبر داره و عبادت خدا داره. ولهذا این است که صبر یاد کنی، باز می توانی مردم را رهبری کنی. و اگر صبرت نباشه و خواهشاتت زیاد باشه و اولادت نزدانه می باشه و به حرام پر می کنی ولهذا هیچ وقت درست کار کرده نمی توانی. و رسول صلی الله علیه و سلم در اجاره میگوید، می فرماید عن ابی هریره رضی الله عنه قال ما بعث نبیا الا رعى، هیچ نبی نیست مگر این که رعا کرده و چوپان می بود الغنم گوسفندان را. فقال اصحابه و انت، و این گوسفندها یک شرفی در رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که صاحب شتر است او آوازش بلند می باشه، شوخی می کنه و آوازش دلخراش می باشه، و کسی که صاحب گوسفند است او آوازش بسیار خوب نرم و منطقش و بیانش بهترین منطق می باشه به خاطر که صاحب گوسفند است. و میگه ببینید یک گوسفندی که هر چقدر روغنش زیاد می شود، دنبهش کلان می شود، طرف زمین می رود، و ببین یک بزی که اگر فردن چاق شود دنبه خود بالا می کنن و هر جای آواز می کنن، یا این که یک ماکیان یک افغانی در خود داره و بالای همه دیوارا می گرده و تمام مردم خبر می کنن که ما در درون خود یک افغانی تخم داره، اما گوسفند هیچ وقتی شکایت نمی کنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم ترجمه کرده کسی که شریفترین و بهترین بیان داشته باشه و آوازش پخش باشه و سلسله دار باشه ولهذا این صاحب گوسفندان است. می فرماید که همگی این پیغمبرها رعا کرده و گوسفندان را چوپانی کرده. و قال كنت ارعى على قراری، ولیش گفتن تو هم رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه بله ما بر یک قراری و یک قراری وقت پیسی عرب بوده با او ما همگی گوسفندان را چراندیم. می فرماید ابی هریره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید ثلاثه انا خصمهم، 3 کس است که من
در روز قیامت با او خصم هستم، یعنی دشمنی میکنم. رجل اعطا بی ثم غدر و رجل، آن کسی که وعده کند و باز غدر میکند وعده خود را. و باع حرا، و دوم آن کسی که یک آزاد انسان میفروشد. این فروختن به این است ماننده که یک کسی را تو با پیسه میخری و قسم سرش میخوری، و یک کسی تو میخری و در وکالت برات یک چیزی میپرتا که این رایج ما نمیسته، ولهذا این خریدن حر است. و این رسول الله صلی الله علیه و ما هم رایشان خصم هستم. و رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره. و سوم آن کسی که یک کسی را با اجرت میگیرد اما اجرت او را نمیدهد. رواه البخاری. یعنی ما با هو هم خصم هستم. میفرماید از ابن عباس رضی الله عنه نفر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مروا فیهم لدیغ، میگوید که ما در یک جای رفتیم که اونجا یک کسی بود که یک گژدم یا مار، لدیع او سلیمن، اگر لدیع شود گژدم گزیده نمیگوید و اگر سلیمن شود مار گزیده نمیگوید. ولی هذا ایره میگه کسی آمد با ما گفتند که کسی هستن اینجا که امرای ما برود و ایره دم کند. یک صحابی خیستن و او امرایشان رفتن. وقتی که او امرایشان رفت او را دم کرد و الحمدلله خداوند جل جلاله را جور کرد و برای او چند تا گوسپندی دادن. وقتی که گوسپند آوردن دیگه صحابه برش گفتن که خوب نکردی، تو با قرآن اجرت گرفتی. وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن برشان گفتن صحابه که این اجرت گرفته با قرآن. میگه چطور شده بودی؟ قصه را برش کردن. برشان گفتن بهترین حقدار ایستی که وقتی که دم میکنی و قرآن استعمال میکنی و اجرت بالایش میگی. بهترین اجرت است و بهترین کتاب الله رواه البخاری. ما اخذتم علیه اجرا، و گفتن در یک روایت میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت حصه منم هم بدهید در این چیزی که گرفتین. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جای گفته بود با معاذ رضی الله عنه که قوسی از شاگردی صاحب صفات قرآن برش نشان میداد. میگه قوسی گرفتی از نار، این دورت چطور تطبیق میسازی؟ علما میفرماید یکی او حدیث پیشتر بود، دوم این بود که معاذ رضی الله عنه فی سبیل الله نیت کرده بود. در فی سبیل الله باید چیزی اجرت گرفته نمیشود. و این یکی حدیث بخاری است که باید اجر گرفته شود. این جواز میدهد که باید شما اجر بگیرید با قرآن عظیم شان. خارجه بن سلط رضی الله عنه روایت میکند از عم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و او هم عین چیز بر یک جای رفتن و اونجا هم یک کسی گژدم گزیده بودن و او را دم کردن و برایشان گوسفندانی دادن و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا گفتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت بهترین اجری شما گرفته اید، لایق این اجر هستین، باید بگیرین از قرآن. و این حدیث رواه احمد و ابو داود، هر دو حدیث را روایت کرده. به هر صورت و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه، پیشتر بدهید به یک اجیر و به یک مزدور پیسیشه و آن چیزی که منفعت بر شما رسیده تاکه وقتی که عرقش خشک می شود. و این است که همگی اجاره بعضی علما میگه روا نیست، به خاطر که آن منفعتی که تو میکنی مانند یک قانون فیزیک انرژی را نمیبینی و او را استعمال میکنی، ولهذا انرژی او را استعمال میکنی و چیزی که در آخر میاد، ولهذا در مقابلش مال واقع نمیشود. اما به خاطر این که این همه مردم به این احتیاج داره که باید اجیر داشته باشه و اجرت کنه و منفعتش در مقابل پیسه باید استعمال شود. این است که پیغمبرها هم به اجرت کار کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به اجرت کار کرده و ما شما میفهمیم که همه چیزایی که حلال باشه و شریعت اجازه داده باشه میتوانیم که هر کاری را بکنیم و هر جای یک چیزی است که یک چیزی حرام باید فروش نباشه، یک چیزی حرام باید کار نکنی، بوتلای شراب پر نکنی، آلات موسیقی را باید جور نکنی، بت را باید جور نکنی و چیزی لهو لعب باید جور نکنی. و یک چیزی باشه که مردم از پیشان فایده گرفته می، کالا را جور میکنی دیگه چیز. همه اجرت ها مثل که در
जुमे गुज़श्ता दर शिरकत हाँ गुफ्तम मी तवानी हर कसब कार रबो कनी मगर हलाल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला